دوره جدید بیداری کندالینی رو شروع میکنیم. در شروع دوره باید خدمتتون عرض کنم که بیداری کندالینی هیچگاه تکرار شدنی نیست. تجربیات اختصاصی هستن، یعنی هر کس به سهم خودش تجربه خاص خودش رو داره. پس دنبال تجربه و تکرار تجربه دیگران نباشید. کندالینی میتونه در یک لحظه بیدار بشه و میتونه در عرض 2 سال هم بیدار نشه، چون اساس کار بیداری کندالینی از یک واقعیت سرچشمه میگیره، واقعیتی که بارها براتون تکرار کردم و اون واقعیت اینه: پرانا جایی میره که آگاهی بره. و چرا واقعیت بیداری کندالینی به این نکته بسیار مهم بستگی داره؟ چون کندالینی با تزریق پرانا در غده‌ای در بن ستون فقرات در محل چاکرای ریشه بیدار میشه. به زعم پژوهشگری عالی کندالینی در هند، کندالینی یا غده کندالینی غده‌ای در محل چاکرای ریشه. به زعم این دانشسرا و تحقیقاتی که انجام دادن برای اونها که امکانات بسیار ویژه‌ای در ارتباط با کندالینی دارن، این غده قابل لمسه. یعنی یک غده فیزیکیه که تشکیل شده از یک سری از عصب‌ها که در ناحیه چاکرای ریشه واقع شده. اما این به این معنا نیست که برای تمام افراد بیداری کندالینی از چاکرای ریشه شروع میشه. همونطور که عرض کردم، کندالینی به خاطر تزریق پرانا در این غده خاص بیدار میشه و همونطور که باز هم گفتم خدمتتون عرض کردم، پرانا جایی میره که آگاهی بره. پس اگه بتونید آگاهیتون رو در روی این غده و یا در داخل این غده متمرکز کنید، میتونید پرانا رو به داخل این غده تزریق کنید و باعث بیداری کندالینی بشید. در زبان سانسکریت کندالینی از 2 لغت دیگه سرچشمه گرفته شده. یکی کندال به معنای چنبره و حلقه و یکی کندا به معنای چاه عمیق یا سوراخ عمیق هست. و به زعم تجربه‌گران شرقی، کندالینی عبارت از ماری است که در بن ستون فقرات در چاکرای ریشه 3.5 دور به دور خودش پیچیده. و یا به عبارت دیگه، کندالینی حفره‌ای در منطقه‌ای در قسمت ساکن مغزه که به همون لغت کندا اشاره میشه. و اما از لحاظ علمی این احتمال وجود داره که عصب‌های حسی خاصی در چاکرای ریشه ما قرار داشته باشه و هنگامی که پرانا به خاطر تمرکز آگاهی به درون این غده تزریق بشه، حالت قرارگیری این عصب‌های حسی طوریه که اون انرژی خاص رو به صورت حلقوی و مارپیچ رو به بالا متصاعد میکنه. و این با اکثر تجربیاتی که تحت شرایط کنترل شده در مراکز و آشرام‌های خاص انجام این کار به وقوع پیوسته همخوانی داره. پس کندالینی اشاره به تجربه بیداری انرژی پرانای آگاه که همون شاگتی هست در بن ستون فقراته که هنگام بیداری به صورت مارپیچی رو به بالا متصاعد میشه و میتونه اگر مسیر درستی رو پیش رو داشته باشید، میتونه از تمام مراکز روانی شما یعنی چاکراها عبور کنه و دونه دونه چاکراها رو بیدار کنه و نهایتاً به ساقه مغز برسه، یعنی همون قسمت ساکن مغز که هدف کندالینی یا هدف بیداری کندالینی همون بیدار کردن این قسمت‌های ساکن مغز هست که باعث میشه ما به اطلاعات فراحسی دست پیدا کنیم. اطلاعاتی که با حواس طبیعی خودمون با حواس پنجگانمون نمیتونیم اونها رو کسب کنیم. ولی در مغز ما، در قسمت ساکن مغز ما قابلیت‌هایی نهفته است که میتونیم اطلاعات فراحسی و یا از زاویه دیگه اطلاعات ماورایی و مافوق طبیعی رو بتونیم درک کنیم. ولی از دید خود من به شخصه، کندالینی باعث فعال شدن قوای فراطبیعی ما میشه، نه ماورای طبیعی. یعنی ما هر چی بتونیم تجربه کنیم
هر چی رو بتونیم حس کنیم و درک کنیم، اون چیزها به عبارتی در داخل همین دنیای فیزیکی قرار دارن که در حالتهای عادی حواسهای پنجگانه ما قادر به حس و درک اونها نیست. ولی در حالتی که بیداری کندالینی اتفاق میفته، حواس خاصی ورای حواس پنجگانه فعال میشه که میتونه اطلاعاتی رو جدا از اطلاعات عادی درک کنه و حس کنه. پس به عبارتی گفتم از دید شخصی خود من، ما با چیزهای ماوراء طبیعی یا متافیزیک سرکار نداریم. هرچی هست در داخل همین دنیای طبیعیه، ولی از دید انسانهای عادی اینها مافوق طبیعی محسوب میشن. پس در بحث کندالینی که در این کانال مطرح میکنیم، ما عبارتی به عنوان ماوراء طبیعی، ماورا یا متافیزیک سرکار نداریم. هرچی هست طبیعی و از دید ما، از دید حالت عادی ما مافوق طبیعیه. ولی به هر حال در همین جهان فیزیکی قرار داره که میتونیم حسش کنیم و درکش کنیم. بیداری کندالینی از روش‌های مختلفی اتفاق میفته، مثل هاتا یوگا یا یوگای ورزشی که همراه با تمرینات تنفسی هست، مثل کریا یوگا که بر روی تمرکز آگاهی بر روی چاکراها تمرکز داره، و به خصوص مدیتیشن. در مدیتیشن ها هم شما دارید آگاهیتون رو بر روی نقاط خاصی از بدنتون متمرکز میکنید و باز برمیگردیم به اون نکته طلایی که هرگز نباید فراموش کنیم: پرانا جایی میره که آگاهی بره. پس با تمرینات هاتا یوگا، تمرینات تنفسی یوگا، مدیتیشن و کریا یوگا میشه کندالینی رو بیدار کرد. روش های دیگه هم برای بیداری کندالینی وجود داره، مثل شاکتیپا که به وسیله تزریق انرژی خالص عصبی از استاد به درون سیستم عصبی شاگرد اتفاق میفته. ولی این روش در اینجا کاربردی نداره. این روش مخصوص مراکز و آشرام هاییه که استاد میتونه مدت زیادی شرایط عصبی و روحی شاگرد رو کنترل کنه. ما در این کانال بیشتر ترکیبی از مدیتیشن و کریا یوگا رو دنبال کنیم و همین تکنیک ها برای بیداری آرام، مطمئن و ایمن کندالینی کفایت میکنه. عزیزانی که میخوان در این دوره از بیداری کندالینی با من همراه باشن، به یک نقطه خاص توجه بفرمایید. من برای هیچ دو نفری نمیتونم برنامه زمانبندی یکسانی بدم. همونطور که گفتم، بیداری کندالینی به خاطر تزریق پرانا در چاکراها صورت میگیره و شدت تزریق پرانا به شدت تمرکز آگاهی شما بستگی داره. پس افرادی که بتونن تمرکز لیزری دقیق بر روی چاکراهاشون داشته باشن، مسلماً بیداری کندالینیشون سریعتر و زودتر به نتیجه میرسه. ولی عزیزانی که تمرکز خوبی ندارن، یک نکته‌ای که باید بهش توجه کنن اینه که همین تمرینات استانداردی که در این کانال با هم انجامش میدیم، همین به مرور زمان باعث افزایش تمرکز شما هم میشه. یعنی ممکنه ماه اول پیشرفت خوبی نداشته باشید، ولی همین انجام این تمرین ها که باعث افزایش تمرکز شما میشه، در ماه دوم باعث تزریق پرانای بیشتری به سیستم عصبیتون میشه و سرعت بیداری کندالینیتون رو بالا میبره. پس عزیزان توجه داشته باشن که از من برنامه زمانی خاصی رو طلب نکنید. بسته به غریزتون، به ناخودآگاهتون اعتماد کنید و بدونید که چطور دارید روی چاکراهاتون کار میکنید، چقدر دارید تمرکز میکنید و همون نسبت هم مدت زمان خاصی رو برای خودتون و برای هر چاکرای خودتون در نظر بگیرید. و نکته دیگه‌ای که در این ویدیو باید به اون اشاره کنم اینه که باز برگردیم به اون نکته طلایی که پرانا جایی میره که آگاهی بره. و به خاطر اینکه در سالهای اخیر آگاهی‌های انسانی به حد بسیار زیادی افزایش پیدا کرده، یعنی فرکانس‌های آگاهی، فرکانس‌هایی که از جنس آگاهی هست، در سطح کره زمین بسیار زیاد شده
و همین باعث تحریک سیستم عصبی تک تک افراد بشر میشه. به خاطر همینه بیداری کندالینی در این سالهای اخیر بسیار زیاد اتفاق میفته، به خصوص در سطح نوجوانان و جوانان. نمیگم در سطح سالمندان یا میان سال نمیتونه اتفاق بیفته، ولی در سنین کم به خاطر آزاد بودن سیستم عصبی و کم بودن انسدادهای فکری و موانع فکری، امکان تحریک سیستم عصبی وسیله علتهای خاصی بسیار بیشتر و شدیدتر هست. ولی در کل به خاطر بالا رفتن سطح آگاهی در سطح کره زمین، بیداری کندالینی خیلی راحتتر و سریعتر اتفاق میفته. پس اگر میخواید در زمره افرادی قرار بگیرید که با بیداری کندالینی بخواید بقیه عمرتون رو طی کنید، من به شما خوش آمد میگم. امیدوارم بتونید در همراهی با من به این مهم نائل بشید.